الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الشيخ: من أحس بوجع. شیخ در اینجا عنوان گفتن کسی احساس درد میکند و در زیر این عنوان ذکر کردن دو حدیث را. حدیث یکم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. متفق عليه. حديث دوم: عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. حديث يكم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى. حضرت عایشه رضی الله عنها میگوید وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از بیماری شکایت می‌بردند، بر نفس مبارک خود می‌خواندند سوره فلق و سوره ناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات. بر نفس شریف خود می‌خواندند المعوذات. معوذات این چی است؟ این سوره، خواندن سوره فلق، خواندن سوره ناس. چرا با صیغه جمع ذکر شده؟ باید گفته شود بالمعوذتین، برای که دو تا است. علما گفتن که اقل الجمع اثنان، اقل جمع دو تا است. دو تا هم جمع گفته میشه در لغت عرب. این یک جواب. یک جواب دیگر این است که سوره اخلاص هم داخل میشه، چون که در دیگر حدیث ها وارد شده است پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از خواب رفتن سوره اخلاص هم میخوندن، سوره فلق هم میخوندن، سوره ناس هم میخوندن و در دست مبارک، کف مبارک دم میانداختن و تمام بدنشون هم میشکیدن تا که جایی که دستش میرسه. اینا پیش از خواب میکردن. این حدیث در صحیح بخاری و صحیح مسلم داره. این چنین حضرت عایشه روایت میکنه. بنابراین بالمعوذات گفتن به صیغه جمع. و این چنین قول سیوم در جواب برای چی به صیغه جمع ذکر شده، گفتن که به اعتباری نه سوره، به اعتباری که آیات های سوره، به اعتباری اون چیزی که در این دو سوره هست، بنابراین جمع ذکر شد. یعنی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی پناه میبره در هر یک آیات. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. ببینید در جمله ها، در آیات ها پناه میبره. در اینجا دو تا نیست، دو تا نیست، یعنی چندین آیات هست. به اعتبار آیات ها جمع است، یعنی به صیغه جمع ذکر شده است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که بیمار میشدن بر نفس شریف خود، بر نفس مبارک خود رقیه میخوندن. و ینفث،
و دم میانداختن. یعنی در کف مبارک دم میانداختن و کمی آبی دهانشون هم میرفت. نفس چی است؟ نفس مرتبه های دم انداختن یا که نفس از دهان برآوردن با همراه آبی دهان 4 مرحله است. اگر انسان آبی دهانش برآورد، اگر انسان هوا را از داخلش برآورد با آب، این را میگن توف، طفل. از زبان تاجیک توف، عربی قد طفل، بساق. یعنی هوا از داخل شما هوا را میبرورین، در برابرش توف میکنین، آب میبرورین، این را میگن طفل. یعنی توف کردن میدونین، توف کنین ببینین هم شمال میبروین و هم آب. این همه در مرحله بالاشه، این را میگن طفل. از این در پایانترش نامش نفخه، نفس. حرف سیمش ث است، چگونه که در حدیث ذکر شده و ینفث. اینش باشه از دهانتون، از داخلتون، از جوفتون، یعنی شکمتون هوا را میبرورین، در برابرش کمی چلچه های دهان، آبی دهان کم تر، یعنی چلچه توف نه. اینش نفس نامیده میشه. نفس. ث حرف اکم نون، حرف دوم ف، حرف سیم ف. نفس. اگر آبی دهان یعنی چلچه باشد در برابر اون هوایی که میبرورین، این را میگن نفخ. از این در پایانترش نفخه، نفخ. حرف سیمش چی است؟ بینین همش حرف مبنگیش چی است؟ حرف ف، طفل. نفس، نفخ. نفخ این چی است؟ این سیم مرتبه پایانتر، یعنی برآوردن هوا به آبی دهان. یکان چلچه آبی دهان نمیبره. یک انسان وقتی که بی‌فره باشه چه نفس میکشه؟ میدوه چه نفس میکشه؟ همین را نفخ میگن. لیکن آبی دهانش میپره؟ نه. اگر آبی دهان بر اومد این را میگن نفس. اگر توف کرده این را میگن طفل. فهمیدین؟ اگر نفس بکشین لیکن بی‌فره نباشین، بازی ما نفس کشیدیم، خیلی است با صحبت داریم نفس کشیدیم، شما هم گوش دارین نفس کشیدیم، این را چی میگن؟ نفس. نفس حرف آخرش سینه. این به یگان چیز است، به یعنی قوت است. یعنی برآوردن هوا به شدت نیست، به قوت نیست، شمال نداره. یعنی عباره صحیح ترش یعنی هوا را میبریم شمال نداره. این را چی میگن؟ این را میگن نفس. نفس. ببینید حرفی مبنگیش هم میشه فعل. نفس. نفس میکشیم لیکن نفس کشیدگی شمال نداره. اگر شمال داشته باشه چی میشه؟ نفخ. احسنت، نفخ. اگر در برابر شمال داشتنش چلچه دهانت پرید برآمد، این را چی میگن؟ چلچه آبی دهانت، این را میگن نفس. نفس حرف اول نون ف ث. اگر در آبی دهانتون پر کرده پرسفتین این را چی میگن؟ طفل. طفل یعنی توف. این 4 مرحله. فهمیدین اکنون؟
این فایده لغویه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که اشکال می‌بود از بیماری می‌خوند بر نفس شریف خود معوذات. معوذات چی معنی داره؟ عوض يعوذ، معوذ، عاذ يعوذ، عاذ يعوذ، عوذ. فرق بین عاذ عوض چیه؟ عاذ پناه برد، عاذ زید بالله، میگیم اعوذ بالله. يعوذ فلان، انا اعوذ، زید عاذ في الماضي، يعوذ في المستقبل. یعنی عاذ پناه برد، یعوذ پناه میبرد. اینا میدونی اعوذ بالله میشه پناه میبرد به الله، پناه میبرد به الله من الشیطان الرجیم، از شیطان رجیم. عاذ این فعلی لازم است. متعدیش شد، اگر متعدیش کنیم چیکار کنیم؟ متعدیش کنیم همون الفی که در بین است میگیریم واوش میکنیم، بروج شده میگذاریم، تمام. عوض این میشه متعدی، یعنی مفعول به داره. میگیم عوض زید عمرا بالله، عوض اب ابنه بالله. یعنی طلب حفظ کردن، طلب پناه بردن، طلب حفظ کردن، طلب پناه کردن از الله سبحانه و تعالی برای همین انسان. فهمو؟ عوض زید عمرا بالله، یعنی زید طلب میکنه، طلب حفظ، طلب پناه برای عمر از الله سبحانه و تعالی. یعنی زید عوض زید عمر، زید فاعل، عمر مفعول است. خلاصه این متعدی است، یعنی احتیاج به مفعول به داره. المعوذات ایجاد چی است؟ سوره فلق، سوره الناس. برای همین معوذات نمیده میشه. اگر پرسیم برای چی، یعنی تعویذ مصدرش، عوض يعوذ تعویذ، معوذات یعنی سوره هایی که حفظ میکنن با اذن الله سبحانه و تعالی، یعنی به سبب همین سوره الله سبحانه و تعالی حفظ میکنه، به برکت همین سوره. و ینفذ میخوند پیامبر صلی الله علیه و سلم سوره فلق، سوره ناس و دم میداد، یعنی کف دستش دم میداد. کف دستونه میگیرین، جمع میکنین، بعد از سوره فلق خوندین، سوره ناس خوندین، دم میتین، میکنین، یک چیلچه آبی دهانتون میروه و تمام بدنتون میشکنین. خاصتا اگر در یگان آب خوندین، اگر همون آب اگر نوشیدنی شین، مجدد کمی چیلچه دهانتون بروه. تمام. اگر رفت نرفت باکی نداره، لیکن رفتنش بهتره، کمی چیلچه آب دهان. پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از خواب رفتنم این چنین میخوندن سوره اخلاص، سوره فلق، سوره ناس، چونه که حدیث در بخاری مسلم است از حضرت عایشه رضی الله عنها. پیش از خواب رفتن سوره اخلاص میخوندن، سوره فلق، سوره ناس. یعنی فقط در بیماری نیستن، در حال بیماری نیست، در حال صحت هم میتونی بخونید، در حال بیمار باشین میتونی بخونید. یعنی شما در کدوم بیماری؟ بیماری روحی دارم و بیماری جسدی دارم. بیماری روحی است انسان میخونه، بیماری جسدی است میخونه. چی میخونه؟ رقیه. رقیه هم نه برای بیماری روحی است فقط، تنها برای بیماری‌های روحی نیست، برای بیماری‌های بدنی هم است. حضرت امام ابن القیم رحمه الله تعالی میگه که ان حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس
والطعام والشراب واللباس. در تفسیر همین سوره فلق، سوره ناس، امام ابن القیم میگه که مدرسه حجت بنده به همین دو سوره بزرگتر است از حجتش به نفس و طعام و شراب و لباس. چون که این چیز در بدن علاقه داره، یعنی نفس، طعام، شراب، لباس بدن تلف می‌یابد. اگر این حاجت ها را ترک کنه، طعام، شراب و لباس را ترک کنه، انسان ضرر می‌بینه در بدنش. اما اگر قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس ترک کنه، نخونه، ضرر می‌بینه در روحش. چون که در این دو سوره پناه میبره انسان از شر آن چیزی که در شب انتشار می‌یابد، از شر، از بدی ساحرها، از بدی حسدگرها، از بدی شیطانها. همه اینا چیز علاقه داره به روح انسان، به دین انسان، به عقیده انسان. بنابراین این ضرورتر است حفظ کردنش، روح، عقیده را، ایمان. خلاصه حدیث این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی بیمار میشدن بر نفس خود سوره فلق، سوره ناس میخوندن، یعنی رقیه میخوندن. و چگونه میخوندن؟ یعنی در کف دستشون دم میانداختن و میشکیدن، همون موضعی که درد میکنن. حدیث دوم، عن عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه. این صحابی سال 9 هجری اسلام آورد. میگه که انه شک الى النبی صلی الله علیه و سلم وجعا یجده فی جسده. مدرسلا شکایت کرد به پیامبر صلی الله علیه و سلم دردی که در بدنش احساس میکنه از روزی که مسلمان شده. یعنی یک میگه یک درد در بدنم، در جسدم احساس میکنم از روزی که مسلمان شدم. این موضوع اصلا، یعنی از روزی که مسلمان شدم، این معنای مدت شد داره، نه معنایی که مسلمان شدن شد. یعنی مدت ذکر کرده است. چند کشیده که درد کرده است، میگه که از روزی که مسلمان شدم ایامو چه مدت ذکر، یعنی معنی اون نداره که مسلمان شدم بدنم درد کردن سر کرد، نه، این معنی نداره. یعنی مفهومش این نیست. مفهومش وقت است، وقت، مدت. یعنی چند کشیده درد کرده است، همون روزی که مسلمان شدم همون چین درد کرده است. انه شک الى النبي صلی الله علیه و سلم وجعا یجده فی جسده. موضوع اصلا ببینید که صحابه وقتی که حتی بیماری عضوی دم می اومدن، بیماری جسد دم، درد جسدی دم می اومدن، نه تنها بیماری چیزای روحی باشه. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم طبیب روح تنها نیستن، هم طبیب روح هستن، هم طبیب بدن، جسد. و شکایت کردن از همین دردش، دردی که در بدن داره، نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم. فقال له النبي صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم بر او گفت: ضع يدك على الذي تألم من جسدك. بگذار دست، ضع يدك على الذي تألم من جسدك، دست بگذار
در جایی که درد میکنه از جسدت. بینید در اینجا بیماری جسدی است، علتی جسدی، عضوی، روحی نیست، نفسی نیست. ضع يدك على الذي تعلم من جسدی، دست بگذار اون جایی که درد میکنه از جسدت. و قل بسم الله ثلاثه، و بگو بسم الله 3 بار. بسم الله الرحمن الرحیم نمیگیم، در نص بسم الله ورش دیگه، رحمان الرحیم ورش دیگه نیست. 3 بار میگیم بسم الله. اکنون چیکار میکنیم؟ دستمون میگذاریم در کجا؟ در جایی که درد میکنه، پا درد میکنه، شکم درد میکنه، سر درد میکنه، بگذار دست بگی کف دست بگذار، بگو بسم الله بسم الله بسم الله 3 بار. و قل بسم الله ثلاثه، و قل 7 مرات. بعد از این 3 بار گفتن 7 بار بگو پیامبر صلی الله علیه و سلم. و قل 7 مرات، 7 بار بگو. چی میگه؟ اعوذ بالله و قدرته من شر ما اجد و احاذر. اعوذ بالله و قدرته من شر ما اجد و احاذر. 7 بار همین دوره میخونیم. 3 بار بسم الله، 7 بار این دوره. و قل 7 مرات، میگه بگو 7 بار. آیا در 7 بار گفتن یگون خاصیتی هست؟ یگون تأثیری داره؟ علما گفتن بله خاصیت داره، تأثیر داره 7 بار گفتن، لیکن علتش حکمتش الله میدونه. ما عدد میدونیم، تأثیرش میدونیم، خاصیتش میدونیم، لیکن حکمتش علتش نمیدونیم. برای چی 7 بار؟ آیا 6 بار میخونیم 8 بار؟ نه، 7 بار. بله 7 بار. اگر دقت داده باشین رقم 7 بسیار ورچیدگی است. در شریعت، در نصوص شریعت خیلی بسیار است، حساب نداره. الله سبحانه و تعالی آسمان ها و زمین 7 طبقه فرده. آسمان ها 7 است، طبقه زمین هم 7 است. 7 روز است. 7 را بین 7 روز. 7 روز کردگی. طواف 7 است. 7 بار طواف میکنیم. سعی بین صفا و مروه 7 است. رمل الجمار سنگ زدن 7 است. 7 بار سنگ زدن. تکبیر عید 7 است. کودک در 7 سالگیش نماز میخونه. امر کرده میشه به نماز خوندن. در 7 سالگیش ممیز میشه. و سحری 7 خرما را خوردن، ای خرماهای عجوه، خرمای مدینه، شفا است، علاج است از چشم و سحر. و عقیقه روزی 7 کرده میشه. نام پسر روزی 7 نامیده میشه. ختنه کرده میشه روزی 7. بینید رقم 7 به نهایت زیاد است، حساب نداره. همین رقم 7 اگر نصوص شریعت دقت کن به نهایت زیاد است. 7 و 70 اینجوری. بنابراین از این رقم کم و زیاد خونده نمیشه. رقمایی که اومدگی در شریعت بسیارتر، رقم 3، رقم 7، رقم 40، 70، همین رقم اومدگی است. و قل 7 مرات، 7 بار میگوی اعوذ بالله و قدرته، پناه میبرم به الله سبحانه و تعالی و قدرت الله سبحانه و تعالی. اعوذ بالله، پناه میبرم به الله. معناش یعنی اعوذ بالله و قدرته، پناه میبرم به الله و قدرتی، و قدرت الله. قدرت الله چه است؟ صفت است. بله، صفات های الله سبحانه و تعالی
این قدرت است. پناه بردن به صفت الله سبحانه و تعالی جایز است؟ بله جایز است. پناه بردن به صفت الله جایز است. اعوذ بکلمات الله التامات میگیم که در ذکرهای شام ده با کلمه تامات، کلمه الله سبحانه و تعالی، یعنی با صفت الله پناه میبریم، لیکن با صفت مخلوق با دیگران نه. اعوذ بالله و قدرته، پناه میبرم با الله و قدرته و قدرت الله از چی؟ من شر ما اجد و حاضر، از شری، از بدی که ما احساس میکنم میوم حال حاضر. من شر ما اجد، من شر، از بدی اون چیزی که ما اجد یعنی حال حاضر، همون در دیگه است، انا پناه میبرم. و احاذر، و از بدی اون چیزی که در آینده ما بر حذر هستم، در مستقبل. مفهوم؟ اعوذ بالله و قدرته، هبیره بخونیم از یادش کنیم. اعوذ بالله و قدرته من شر ما اجد و احاذر، پناه میبرم به الله سبحانه و تعالی و قدرت الله سبحانه و تعالی از بدی اون چیزی که حاضر میابم، یعنی احساس میکنم. اجد یعنی احساس میکنم، میابم، درد کردیست، شعور دارم. اجد یعنی شعور دارم، احساس دارم. و احاذر، و اون چیزی که در آینده بر حذر است، میترسم که یعنی بر حذر میشم. و اون چیزی که در آینده، از بدی اون چیزی که در آینده بر حذر است. در روایت امام مالک در موطا حضرت میگه که فقلت، یعنی حضرت عثمان بن ابي العاص، فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم. این زیادتی در موطا امام مالک ذکر کردن. حضرت عثمان ابن ابي العاص گفتن که وقتی که من همین را گفتم، همین دعا را گفتم، میگه بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم را آموخت، میگه همین درد از من رفت، درد رفت. میگه و میگه ما ای همون وقت، میگه اهل ما امر میکنم، خاندان ما امر میکنم به همین خواندن سوره فلق و ناس وقتی که اونجوشون در کنن، و دیگران هم امر میکنم. میگه یعنی دیگر اهل من توصیه دادم، دیگران هم توصیه دادم که همین کار کنن، همین را بخونن. یعنی در روایت اصحاب السنن، ابن ماجه، ترمذی، ابو داود، اعوذ بعزت الله و قدرته است. اعوذ بعزت الله و قدرته، پناه میبرم با عزت الله و قدرتش. عزت الله چه صفت است، قدرت الله چه صفت است. با صفت الله پناه بردن جایز است؟ جایز است. اما پناه بردن با مخلوقات جایز نیست. صفات الله مخلوق نیست، لیکن صفات مخلوق و مخلوق ها اینا چه معلوم است که مخلوق است. بنابراین با مخلوق پناه نمیبریم، با صفت الله با الله پناه میبریم، برای که مخلوق نیست. اعوذ، قرآن رقیه خواندن، قرآن مخلوق نیست، کلام الله است. برای قسم خوردن به قرآن چه است؟ صفت الله است. اعوذ بعزت الله و قدرته، پناه میبرم با عزت الله و قدرتش. ایشم جایز است، ایشم خوندیم، لیکن در اونجا که در مسلم است اینا بخونیم برای که صحیح تره. لیکن هر چه خونیم اعوذ بالله و قدرته من شر ما اجد و حاذر، اعوذ بعزت الله و قدرته من شر ما اجد و حاذر، هر چه خونیم. اگر چند جای بدن درد کنه چیکار میکنیم؟ مثال پای شما درد کنه، سرتون درد کنه، پشتون درد کنه، همه بدن درد میکنه. در این حالت اگر مثلا 3 جا درد کنه، 3 جای بدنتون، اول جای علما گفتن که جای همون یک جای عضوی که درد میکنه دستانه بگذارین، بگن که بسم الله بسم الله بسم الله 3 بار گفتیم، بعدا بگن 7 بار اعوذ بالله و قدرته من شر ما اجد و حاذر. بود کردین با بگیرین در دیگه جایی که درد میکنه، با بسم الله 3 بار بگین، 7 بار همین دوباره بخونین. با اوجا شکل با دیگه جا هم موندن بگیرین، هم چند جایی که بدنتون درد میکنه همش بخونین، این بهتر است. بعضی علما گفتن که میشه که
همون جایی که مثال 5 جای بدنتون در کیسه، پاتون، دستتون، سرتون، پشتون، دستتون هم می‌بینید در عضو یکم مونید. مثال پا را مونده، بسم الله. با بگیریم دستتون در دیگه جا مونید، بسم الله. در سوم جا بسم الله 3 بار. با اداره کنید اعوذ بالله و قدرتی در دیگه جا مونید. یعنی هر باری که میخونید دستتون رو موندن بگیرید در جایی که در میگه. لیکن بهترش هر یک عضو ده 3 بار بسم الله گفتن، 7 بار این دوره خوندن. اینش بهتره هر عضو ده. و ان شاء الله یقین کنید که این چیز میکنه تاثیر داره. شک نکنید، یقین کنید که الله سبحانه و تعالی شفا میده. اگر یقین کردین ان شاء الله شفا را میبینید. یک رکن شفا یافتن، یک داروی اساسیش، ما شما را میگم که یک داروی اساسیش این چی است؟ این یقین کردن. یک داروی اساسی معالجه کردن این یقین است. اگر یقینتون قوی باشه ان شاء الله شفا میبینید. مفهوم؟ ابن القیم رحمه الله میگه که السيف بضاربه، معنای کلامش نیست که السيف بضاربه لا بحامله. به همین معنا گفتگی است شیخ امام. گفتن شمشیر با زنندش است، نه با بردارندش. یعنی شمشیر تا همه میبردارم خلاص. شمشیر تیز است، شمشیر یگان علت نداره، یگان مشکلی نداره. مشکلی در همون بردارنده زننده. کی میبرداره شمشیر تا؟ کی میزنه؟ هست انسانایی که شمشیر دارن، شمشیر تا میبردارن لیکن قوه زدن ندارن. بنابراین تاثیر شمشیر کم است. اگر انسان شمشیر تا برداشت و قوه زدن داشته باشه، تاثیر شمشیر البته سخت است. بنابراین گفتن السیف بضاربه، شمشیر حق شمیته وقتی که زنندش چی باشه؟ قوی باشه. ضعیف باشه تاثیرش ضعیف است، قوی باشه تاثیرش قوی است. بنابراین رقیه اینچنین. رقیه مثل شمشیر تیز است. رقیه قرآن و سنت، رقیه از قرآن و سنت مثل شمشیر تیز. لیکن شمشیر تیز چی در کار است؟ برای رقیه چی در کار؟ یقین در کار است. انسان قوی در کار است، اراده قوی در کار است. شک فایده نمیکنه. یا که انسان تجربه میکنه گاکو نمیشه، تجربه نمیشه. باید یقین داشته باشه که در این شفا است. بنابراین یقین کنید. گفتم که یک رکن اساسی معالجه کردن این چی است؟ این یقین کردن. اگر در تجربه دیده میشه که هست، یعنی بسیار است، یعنی خیلی به نهایت بسیار است. رقیه خان ها، یعنی مثل در رقیه خان است، هر دوش سوره فلق میخونه، سوره ناس میخونه، سوره اخلاص میخونه. خلاص همون سوره ها را میخونه، همون دعاهایی که وارد شده در سنت میخونه. در کسلی رقیه میخونه، میبینی که از یکم تاثیر داره، از دوم تاثیر نداره. نباشه هر دوشون خوندگی است، یک چیز خوندگی، همون سوره خوندگی، همون دعا. از یکم رقیه خون یکم تاثیر داره، از دوم نداره. برای چی؟
باروك یکمگینه یقین داره دیمگینه یقین نداره یکمگینه توکلش به الله کرده است گمانی نیک داره به الله سبحانه و تعالی دومگینه تجربه که است میسنجون میگم میبینم در دل است شاید بشه شاید نشه کو میبینیم چی میشه به همین دل نباید یقین کنیم یقین کردی برای این صحابه چی میکردن میخوندن حرف داشتن برای که یقین داشتن وقتی نماز شد بارک الله فیکم در اینجا توقف میکنیم وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اگه چه فراموشی باشه ان شاء الله با درس آینده ذکر میکنیم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.